صفحه ثبت نام باز میشه. در قسمت اول ایمیل خودتون رو وارد میکنید. ایمیلی که بهش دسترسی دارید و باهاش کار میکنید و وارد کنید، چون بعداً باید تاییدش کنید. در قسمت بعد گذرواژه یا پسورد ورود به حسابتون رو انتخاب میکنید. دقت کنید که همیشه خصوصا برای حسابهای مالی خودتون پسوردهای پیچیده انتخاب کنید. رمز عبوری که هم حروف بزرگ و کوچیک داشته باشه و یا حتی اعداد و علامت ها مثل ادساین، علامت تعجب و یا هر چیزی که دوست دارید. در قسمت بعد پسوردی که انتخاب کردید و دوباره وارد میکنید تا مطمئن بشید که رمز عبوری که انتخاب کردید و درست تایپ کرده باشید. بعد از وارد کردن دوباره پسورد انتخابیتون، حالا نوبت میرسه به قوانین و شروط. حتما روی قوانین و شروط کلیک کنید. تمام اونها رو با دقت مطالعه بفرمایید و اگر این قوانین و شرایط رو میپذیرید، برگردید و تیک این قسمت رو بزنید. حالا اگر کد دعوت دارید، یعنی به عبارتی یکی از دوستان و آشنایانتون کد معرف بهتون داده، میتونید در این قسمت واردش کنید. اگر هم با لینک دعوت اومدید، خودش به صورت اتوماتیک کد دعوت رو وارد میکنه. بعد از اینکه تمام گزینه‌ها رو کامل کردید، روی گزینه ثبت نام کلیک کنید. البته در نظر داشته باشید که شما میتونستید مستقیما اگر حساب جیمیل روی سیستمتون دارید، روی گزینه ساین این ویت گوگل کلیک کنید و از طریق گوگل ثبت نام رو انجام بدید. خب، همونطور که میبینید شما الان وارد حساب کاربریتون شدید. اما اگر سمت چپ صفحه رو نگاه کنید، میبینید که وضعیت حساب شما تایید نشده است. روی گزینه تایید نشده کلیک کنید. برای تایید حساب حتما باید وارد ایمیلتون بشید و ایمیلی که از طرف نوبیتکس براتون ارسال شده رو باز کنید تا اثبات کنید که ایمیلی که وارد کردین واقعا متعلق به خودتونه. حساب ایمیلتون رو باز کنید و روی ایمیل فرستاده شده از طرف نوبیتکس کلیک کنید. همونطور که میبینید این ایمیل حاوی یک لینک هستش. شما باید روی این لینک کلیک کنید. بعد از اینکه لینک رو باز کردید، میبینید که دوباره وارد صفحه ورود میشید و بعد از این مرحله حساب شما تایید شده جزئی سطح 0 به حساب میاد. شما اطلاعات مربوط به هر سطح کاربری رو در قسمت وضعیت حساب کاربری میتونید مشاهده کنید. همینطور میزان برداشت ها، محدودیت ها و اطلاعات کارمزد ها رو. اگر روی این علامت سوال کلیک کنید، میتونید راهنمای سطوح کاربری رو مطالعه بفرمایید و با توجه به شرایط و نحوه کارتون با نوبیتکس تصمیم بگیرید که شرایط کدوم سطح برای شما مناسب تره و در همون سطح بمونید. اگر که میخواید از شرایط مبادله ریالی برخوردار باشید، میتونید حساب خودتون رو به سطح 1 ارتقا بدید. دقت داشته باشید که مدارک هویتی از ساعت 7 صبح تا ساعت 8 شب به صورت خودکار از مبدأ استعلام می شوند و اگر خارج از این ساعت‌ها ثبت نام و ارائه اسناد کنید، برای تایید اسناد باید تا صبح روز بعد منتظر بمونید. برای شروع روی گزینه سبز رنگ ارتقا به سطح 1 کلیک کنید. در نظر داشته باشید که با توجه به شرایط مختلف موجود، فرایند احراز هویت ممکنه کمی زمان بر باشه. در بخش اول شماره تلفن همراه خودتون رو وارد کنید. دقت کنید که اگر در آینده تصمیم دارید که حساب کاربری خودتون رو به سطح 2 ارتقا بدید، شماره همراه وارد شده در این مرحله باید به نام خود صاحب حساب باشه و این موضوع به صورت اتوماتیک استعلام میشه. بعد از اینکه شماره همراه خودتون رو وارد کردید، روی گزینه ارسال کد کلیک کنید. در این مرحله به تلفن همراهی که شماره‌اش رو وارد کردید یک SMS میاد که توی این SMS یک کد نوشته شده. اگر کد پیامک شده رو وارد کردید و سیستم خطا داد، یک بار از حساب کاربریتون خارج بشید و بعد از ورود مجدد دوباره کد رو وارد سیستم کنید. اگر هم دوباره خطا اعلام شد و یا به هر دلیلی کد رو اشتباه وارد کردید یا خیلی دیر کد رو وارد کردید، بعد از گذشت 1 ساعت دوباره اقدام کنید. بعد از تایید تلفن همراه، در قسمت بعدی شما باید مشخصات هویتیتون رو وارد کنید و کارت شناسایی خودتون رو ارائه بدید. ابتدا نام و سپس نام خانوادگیتون رو وارد میکنید. دقت کنید از اونجایی که این مراحل اولیه استلام مشخصات به صورت خودکار هستش، نام شما حتما باید به صورت کامل و دقیقا مطابق با کارت شناسایی ملیتون باشه. پس فراموش نکنید که اسم و فامیلتون رو به صورت دقیق همراه با پسوندها و پیشوندها وارد کنید. مثلا اگر اسم شما با سید شروع میشه، حتما سید رو در پیشوند اسمتون قرار بدید. اگر که اطلاعات شما حتی به صورت
جزئی با کارت شناسایی شما تطابق نداشته باشه، فرایند اتوماتیک ارتقای سطح شما به مشکل میخوره و برای اصلاح اون باید زمان بیشتری رو منتظر بمونید تا به صورت دستی اپراتور ارتقای حساب شما رو پیگیری، بررسی و تایید کنه. بعد از اینکه نام و نام خانوادگی رو با شرایط گفته شده و به زبان فارسی وارد کردید، در قسمت‌های بعد اطلاعاتتون مثل جنسیت، تاریخ تولد و کد ملی رو مطابق با کارت شناسایی و به صورت دقیق وارد کنید. برای مرحله بعد شما باید از کارت ملی خودتون یک عکس با کیفیت بگیرید. عکسی که تمام اطلاعات شفاف، واضح و خوانا باشه. اگر که کارت ملیتون رو گم کردید یا به هر دلیلی در دسترس نیست، میتونید به جای اون از شناسنامه‌های جدید عکسدار و یا پاسپورتتون هم استفاده کنید. روی کادر سفید رنگ کلیک کنید و عکس کارت شناساییتون رو بارگذاری کنید. بعد از بارگذاری کامل عکس، روی گزینه بعدی کلیک کنید. بعد از این مرحله شما باید منتظر بمونید که کارت شناساییتون تایید بشه. بعد از تایید شدن مدارک شما نوبت میرسه به ثبت اطلاعات بانکی. در قسمت اول شما باید شماره کارت بانکی خودتون رو وارد کنید. کارتی که حتما به نام خودتون باشه. در نظر داشته باشید که واریز ریالی تنها از طریق کارتایی که در سیستم ثبت شدن امکان پذیره. امکان ویرایش اطلاعات بانکی در سایر زمانها هم از طریق پروفایلتون وجود داره. و حتما یادتون باشه که بعداً برای ارتقا به سطح 2 باید با یکی از این کارت‌های بانکی عکس احراز هویتی بگیرین. پس کارتاتون باید به صورت فیزیکی در دسترس باشند. روی افزودن کارت کلیک کنید. ابتدا اسم بانک و سپس شماره کارت خودتون رو وارد کنید. روی گزینه ذخیره و سپس تایید اطلاعات کلیک کنید. بعد از ثبت کارت و یا کارت‌های بانکی در قسمت بعدی شما باید شماره شبا خود که در شماره حسابتون رو نشون میده رو وارد کنید. شماره شبا رو به سادگی میتونید به صورت اینترنتی هم دریافت کنید. دقت داشته باشید که با ثبت شماره شبا، شماره حساب شما در سیستم ثبت میشه و برداشت وجه ریالی از حسابتون فقط به شماره حساب شما واریز میشه. بعد از ثبت شماره شبا روی تایید اطلاعات کلیک کنید. تا زمانی که اطلاعات بانکی شما تایید نشده، شما همچنان کاربر سطح 0 هستید. بررسی و استعلام صحت اطلاعات بانکی شما به صورت اتوماتیک اتفاق میفته و این مرحله زمان زیادی نمیبره. در نظر داشته باشید که استعلام‌های بانکی از ساعت 8 شب به بعد قطعه و بررسی اونها به صبح روز بعد موکول میشه. بعد از اینکه اطلاعات بانکی شما تایید شد، صفحه رو ریفرش کنید و یا دوباره به حسابتون وارد بشید. مشاهده می‌کنید که سطح حساب کاربری شما به سطح 1 ارتقا یافته. و شما میتونید از امکانات و شرایط این سطح استفاده کنید. همونطور که میبینید در سطح 1 شما میتونید به صورت نامحدود رمزارزها رو به حساب خودتون واریز کنید و یا حتی اونها رو مبادله کنید. سقف برداشت رمزارز روزانه تا 100 میلیون تومنه. در مورد محدودیت‌های ریالی هم شما میتونید حسابتون رو روزانه تا 500,000 تومان شارژ ریالی کنید و تا سقف 20 میلیون تومان هم برداشت کنید. اگر این شرایط ریالی و رمز ارزی برای شما کافی نبود و نیاز به واریز و برداشت با حجم بیشتر داشتید، شما میتونید برای ارتقا به سطح 2 اقدام کنید. دقت کنید که در سطح 2 کاربری شماره تلفن همراه باید به نام خود کاربر باشه. همونطور که میبینید اگر شماره وارد شده به نام خودتون نباشه، گزینه ارتقا به سطح 2 برای شما بسته است و باید جهت اصلاح و یا ویرایش شماره دوباره اقدام کنید تا بتونید به سطح 2 ارتقا پیدا کنید.